محمد جان سعیدوف 13 ساله قاری قرآن و داننده چند زبان را از طرف مقامات تاجیکستان به مکتب کودکان دشوار تربیه سپرده شده است. تخمین زده می شود سبب این اقدام مقامات عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعال سیاسی بودن پدرش محمد ظریف سعیدوف است. در این باره خود محمد ظریف سعیدوف امروز 10 دکبر با نشر یک ویدیو در صفحه فیسبوکیش خبر داد. او میگوید پسر 13 سالش را ظاهراً برای فعالیت‌های اپوزیسیونی خود او جزا داده‌اند. خود محمد ظریف سعیدوف از سال 2015 بیرون از تاجیکستان قرار دارد و در اروپا پناهنده شده است. به گفته محمد ظریف سعیدوف پسرش سالهای 2013 و 2014 در یک لیسه در دهه چهارباغ ناحیه وحدت که آنجا زبان عربی و قرآن را هم درس می‌دادند تحصیل می‌کرد. بعداً فعالیت این لیسه ممنوع شد. سعیدوف پسرش را برای ادامه تحصیل به یک مکتب به شهر دکه پایتخت بنگلادش فرستاده است. به گفته او پسرش در بنگلادش چند زبان از جمله زبان بنغالی و عربی را آموخته قرآن را هم پر حفظ کرده است. سعیدوف میگوید سببی به مکتب کودکان دشوار تربیه سپردن محمد جان تنها انگیزه های سیاسی داشته به فعالیت های اپوزیسیونی خود او ربط دارد. محمد ظریف در شبکه اجتماعی گفت که اگر من مخالف چخیلی که میگوید جنایتکار تروریست هستم، کودک چه گناه دارد که او را جزا میدهید؟ حالا خود محمد ظریف سعیدوف پدر محمد جان سعیدوف در خط علاقه با ما می باشد و جزئیات این قضیه را از خودش می پرسیم. برادری گرامی، می گفتید که آیا درک دارید که مقامات به چه خاطر فرزند شما را به مکتب دشوار تربیه سپاریده اند؟ معلومات های دقیق در دست دارم که مقامات بارها با تهدید به مادرشان و به بعضی باز نزدیکان گفتند که به خاطر که پدر این کودک در خارج از کشور علیه مقامات حرف میزند، ما فرزندی او را در این گونه مکتب ها تربیت میکنیم. حالا یگان اطلاعی درباره وضعیت و سلامتی فرزندتان در دست دارید؟ آره، معلومات ها هست که مادرش فقط اجازه دادن که مثل همون زندانیایی را که میروند خبر میگیرن یک نفر بالای سرش هست مثل این خبر بگیرد و حتما تحقیق کردن که هیچ حرفی باید از داخل بیرون نبراید و فرزندم گریه و زاری کرده است که نمیخواهد در این مکتب بخواند و در حالی که سازمان ملل یک عهدنامه با نام عهدنامه حقوق کودک به تصویب رساندگی است که حکومت تاجیکستان هم عضو سازمان ملل و این عهدنامه را قبول کرده و امضا کرده است. در او آمدگی است که کودک حقوق دارد که اخبارات بگیرد و اخبارات پهن کند، ولی این کودک ما و مثل این ده ها کودک دیگر نمیتوانند اخبارات حتی با پدر و مادر خودشون از داخل از وضعیت خودشون اخبارات خودشون با پدر و مادرشون شرح بدهند که در چگونه وضعیت قرار دارن و چگونه درس و تحصیل میکنند. می گفتید که برای رهایی فرزندتان از مکتب دشوار تربیه حالا چه تصمیمی دارید؟ برای رهایی فرزندمان حالا تمام معلومات ها را جمع کرده هستیم و دلیل های کافی وجود دارد که به سازمان ها پیشنهاد کنیم، ولی بازم به خاطر که بعضی دوستا خواهش کردن که شاید مقامات از این تصمیمش دست بکشد و فرزند شما را به مکتبی بهتر ماند و فشارها بالای خانواده را به همین خاتمه بدهد، اگرچه امیدی نداریم، ولی به هر حال به خاطر نرنجیدن اون بعضی نفرها که حالا نمیتونم بگم اونو کی هستن، خب موقتا میبینیم که چی اقدام اینا میکنن. اگر کمترین فشارها که تا حال رفته ایستاده از بالای تمام خانواده های مخالفین و از جمله
بالای خانواده ما که با همه فکت و دلیل ها در دست دارم و در حالت ادامه یافتن این فشارها حتما به تمام سازمان ها و تمام کسانی که حقوق کودک دفاع میکنن مراجعت میکنیم و حق خودمان از مقامات طلب میکنیم که باید حق کودک و حق ما اجرا کرده شود. دانسته می شود قضیه اویغورهای چین در تاجیکستان تجربه می شود. مردم که خاموش بودند دیگران هم به این گونه مکتب ها رهسپار می شوند. محمد جان سعیدوف از سال 2015 تا سال 2019 در شهر دکه بنگلادش تحصیل کرده. ماه فوریه سال 2019 با نیت خبرگیری مادر و بابا و بیبیش و عوض کردن شناسنامه‌اش که مهلت اعتبارش به پایان می رسید به تاجیکستان برگشته است. اما بعد بازگشت مقامات تاجیکستان به محمد جان سعیدوف دیگر امکان سفر به خارج را برای ادامه تحصیل ندادند و ماه نوامبر سال 2019 او را به مکتب کودکانی دشوار تربیه در دوشنبه سپردند. واتبعوا كقول الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.